در پی اعلان ولادیمیر زلنسکی که گفت چندین دهه اوکراینا از دست استیلاگران روس آزاد شده و سربازان اوکراینی پیشروی میکنند، روز سه‌شنبه نوارها از صحنه‌های بالا برداشتن پرچم اوکراینا نشر شد. زلنسکی در پیام شب سه‌شنبه گفت: تنها در همین هفته بعد برگزاری رایپرسی قلبکی روسیه دهها منطقه اهالی نشین آزاد کرده شدند. این منطقه در خارکوف، خرسون، لوهانسک و دانیتسک هستند. روسیه روز 30 سپتامبر با برگزاری به نام همه‌پرسی این منطقه ها را به قلمرو خود همراه کرد. کیف و کشورهای غربی رایپرسی را ساخته و غیر قانونی خواندند. این صحنه ها را نظامیان اوکراینی بعد آزاد کردن دهه های باروفسکایا و اندریفکا در خارکوف ثبت کردند. در خرسون سرباز با شعار شرف به اوکراینا پرچم را بالا برداشت. نمایشی چنین صحنه ها از چند منطقه دیگر از آزاد شدن آنها درک می دهد. نوارها روز سه‌شنبه ثبت شدند. خبرگزاری رایترز مکان ثبت نوارها را تفتیش و تصدیق کرد، اما روز ثبت را معلوم نکرده است. مقامات اوکراینی منطقه های رو به مسکو میگویند روز دوشنبه سربازان اوکراینی چند دهه نزدیک به دریای دنیپر را گرفتند. در شرق اوکراینا نظامیان بعد آزاد کردن شهر لیمان واقع در شمال دونتسک حمله ها را گسترش می دهند. در چند روز اخیر نیروهای روسیه در دونتسک و خرسون مجبور به عقب نشینی شدند. ظاهراً آنها با آخرین نیرو و به سختی بر ضد نیروهای سراپا مسلح اوکراین از جانب غرب می جنگند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه به زلنسکی از 625 میلیون دلار کمک نوی امنیتی خبر داد. زلنسکی همگونه مذاکره با پوتین را غیر امکان خوانده در گفتگو با روسیه را در صورت پیدا شدن رهبری نو بازگذاشت. کرمل گفت اگر اوکراین از گفتگوشونی دست کشد عملیات نظامی ادامه خواهد کرد، زیرا به گفته مقامات روس برای مذاکرات دو جانب ضرور است.